یکی بکن بیا ماره بگیر ماهی استخر میخوای بگیری باید یه وقتی بگیری که من خونه نیستم. چرا؟ ما غلاب من اینجا هستم برای ماهی نقشه نکن. غلاب بر میدارم میام یه دوست نیستی کلک اینا رو بگیر درست کن تو میتونی بری نهار آماده کنی من بغیر درست کنم. خب پس من میرم کم کباب میخوای اومدی اینجا؟
بالا. این برای تو خوب نیست. یه ترشی هم برات آوردم. من که الان حتی امروز صبحم ترشی خوردم. صبحونه ساندویچ تخم مرغ درست کردم. شما خواب بودین داشتم میرفتم. ترشی معروف. ترشی امسالت خیلی خوب شده. خوب. ببینم کباب امسال چی شده. کباب عالی. گوشتش خیلی نرم و خوبه. اشبال همین کلیه امساله. آره. از ماه دیگه تک و توک با سیاه کلی در میاد. ولی خوب تا اینا تموم نشده یکم ماهی سفیدم بگیرم شور کنیم. چه خوشمزه است. اگه کار باغ اجازه بده، کار باغ تموم بشه دوباره برم سراغ ماهیگیری و شکار اینا. چه اشبالی داره ها. آره. خدا برکت بده این رودخونه و این مردا. خلاصه هم تازه میخوریم هم شور میکنیم. همیشه به داد ما میرسه.